سرخط مهمترین خبرهای روز. مهاجران تاجیکی درمانده را به وطن برگرداندند. سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. سفارت تاجیکستان برای به وطن بازگشتن گروهی از تاجیکستانیان درمانده در شهر سخینوالی اسیای جنوبی مساعدت کرده است. در خبرنامه سفارت آمده است که این 18 نفر با سبب‌های گوناگون درمانده بودند. بیرون آوردن آنها روز 11 اکتبر با کمک مقامات روس امکان پذیر شده است. حالت‌های درماندن مهاجران در اسیای جنوبی و ابخازیا قبلا نیز رخ داده بودند و مخصوصا در شرایط پاندمی چنین مراجعت‌ها از جانب مهاجران افزایش یافته بودند. چند ماه قبل سفارت تاجیکستان از برگرداندن گروهی 10 نفره مهاجران از اسیای جنوبی خبر داده بود که میانشان زنان و کودکان نیز بودند. بینندگان عزیز، این بود برنامه نوید بامدادی که تقدیم شما شد. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانتان.